مثلا در وقت سیکولرهای ترکیه بسیار 80 سال که اتاتورک سیستمی گپا را جور کردن، بسیار خطرناک هستند. از هندوستان کدم برای مسلمانای ما و شما از فیلم هندی کدم فیلم ترکی خطرناک تر است، از سریال هندی کدم سریال ترکی خطرناک تر است. چرا در سریال هندی حداقل در ذهن مردمی است این خو کافر است، این خو هندو است، این خو بی غیرت است. یگان دفعه که اون بوتام میره باز تو سینما تف 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 میکنم که یعنی بوت است. اما سریال ترکی سیکولر چی است؟ این خطرش از اونجام که خطرناک است. چرا؟ در این سریال ترکی که است به نام مسلمان چیزی که کفریات از در بین مردم ترویج میده. مثلا یک تعداد فیلم های سریال های اسلامی جور کردن، مثلا از ترکیه آوردن به نام دنیای اسرار. دنیای اسرار بسیار قصگک های خوب و زیبا، اما در حقیقت این دنیای اسرار میخواه که در بین مردم افغانستان سرلوچی و برهنگی زنها را رواج بده. یک آدم بسیار خوب آدم است لکن زن خواهر و مادرش چادر نداره. در خانهشان مثلا شراب گپ عادی هست. اینالی چی میشه؟ اینالی در حقیقت تو ظاهر فیلم مسائل میکنی. از این خاطر علما میگن یکی بصارت است یکی بصیرت است. بصارتی است که تو با حس بصرت با نظر چشم سیل میکنی، بصیرتی است که با نظر قلب سیل میکنی. برای چشمت روشنی آفتاب نیاز است، برای قلبت روشنی ایمان، نور آفتاب و نور ایمان. ایناله چشمت با نور آفتاب میبینه. ما تو با چشم خود مثلا فیلم مسائل میکنیم، والا چه خوب آدم بود، سیف چقدر دیندار بودن، چقدر مسلمان بودن. ایناله اگر تو با بصیرت قلبیت سیل کنی، اوهو این سریال این فیلم این خو اگر از یک طرف یک قصه که اسلامی خوبه بر ما گفت، از طرف دیگه مغز کلگی را آماده ساخت برای چی؟ که اونا کل دیندارا هستن، خوب نمازخوان است، خوب دیندار است، لکن زنایش کت جراب و سرایشان لچ است، پولایشان لچ است. اینه حالا که باز بریم میگه انسان که دنیای اسرار دیدی با چه خوب مردم هستن و بد مردم هستن، نه خوب مردم هستن. در حقیقت این چی است؟ این یکی از دامهای شیطان است. این انسان مسلمان باید بفهمه که شیطان از کدام را در وجود ما داخل میشه. دشمنای اسلام میگن بهترین وسیله برای سیکولر ساختن، بیدین ساختن، گمراه ساختن مردم چی است؟ رسانه ها هست. از این خاطر زیاد سر رسانه ها مصرف میکنن. مسلمان ها نمیفهمن. مسلمان ها نمیفهمن و سر یک فیلم 50 میلیون دلار مصرف میکنن. چرا؟ میگه این فیلم در ذهن جوان ها بسیار تاثیر میکنه، بسیار تاثیر میکنه. اما مسلمان ها که است اگه برجبویی که یک دانه فیلم بسازیم که بی جوان ها را جور بسازیم، بخی برادری چی است؟ فیلم چی بدرد میخوره؟ شما آمدین سر از یک گرد میزن. مسلمان ها در تلویزیون ها چی تو بی تفاوت است، اما دشمن اسلام میگه نه تلویزیون خود خانه هست. حال خب بچه کت پدر خود چند دقیقه گرد میزنه؟ من بچه جوانه بگو کت پدر چند دقیقه گرد میزنه؟ در روزانه 10 دقیقه کت پدر خود گرد میزنه. اما کت موبایل چند دقیقه گرد میزنه؟ مکمل وقتش در کجا هستن؟ در موبایل است. آلی جوان بیدینی، گمراهی، اعمال زشت کلش از چی یاد گرفت؟ از این رسانه یاد گرفت. از این خاطر یکی از اسالیب جنگ فکری دشمنای اسلام چی است؟ ترکیز و فوکس سر چی است؟ سر رسانه ها است. میگی رسانه ها را ما باید سیکولر بسازیم. وقتی که رسانه را سیکولر ساخت، مردم خود به خود